سلام به همه همراهی عزیز. امروز قراره با هم بریم سراغ یه جشن خیلی باحال که مخصوص خانواده ها و بچه هاست و هر ساله توی شهرهای مختلف آلمان برگزار میشه. اسمش هست توگو تور. اگه بچه دارین یا اطرافتون بچه هست یا اصلا دلتون برای دوران کودکیتون تنگ شده، این ویدیو رو از دست ندید چون قراره یه دنیای رنگی و شاد و با هم بگردیم. اول از همه بگم که توگو تور چیه؟ یه برند معروف برای بچه هاست که توسط توگو ساخته شده. شبکه سوپر آرتیل رو توی آلمان حتما دیدید که کلی برنامه و کارتون هم توش نشون داده میشه. یه سری کارتونای معروف مثل دراگونا هستش، آنجلو هستش و بقیه کارتونایی که اونایی که بچه دارن حتما کنارشون نشستن و با همدیگه دیدن و کلی برنامه آموزشی و سرگرم کننده دیگر رو پخش میکنه. حالا هر تابستون اینا چیکار میکنن؟ یه تور بزرگ را میندازن که میچرخه تو شهرهای مختلف آلمان و برای بچه ها و خانواده ها یه روز کاملا تفریحی و شاد و میسازن، اونم کاملا رایگان. حالا بیایم با هم بریم ببینیم چه چیزایی توی این جشن پیدا میشه. ایستگاه‌های مختلف بازی اینجا وجود داره که بچه‌ها میتونن بازی کنن، بپرن، سرسره بازی کنن، پازل حل کنن یا حتی نقاشی بکشن. صحنه اصلی هم یه قسمت دیگه از این تور هستش که اینجا برنامه‌های زنده اجرا میشه، از موزیک گرفته تا نمایش عروسکی و رقص. شخصیت‌های کارتونی محبوبم روی صحنه میان و بچه‌ها رو غافلگیر میکنن. مسابقه و جایزه هم دارن. بچه‌ها میتونن توی مسابقه‌های کوچیک شرکت کنن و جایزه ببرن. غذا و خوراکی هم که دیگه نگم. البته که بدون خوراکی جشن کامل نمیشه. بستنی، پاپ کورن، آب میوه، شیرینی و کلی چیزای خوشمزه اونجاست که بچه‌ها عاشقشن. یه نکته باحال این که توگو تور فقط برای بچه‌ها نیست. مامان بابا هم حسابی کیف میکنن. چون هم یه روز کاملا تفریحی دارن، هم بچه‌ها سرگرمن، هم میتونن کلی عکس و فیلم قشنگ بگیرن. اگه دنبال یه تفریح رایگان، امن و شاد برای خانوادت میگردی، توگو تور یه انتخاب بی‌نظیره. البته لازم به ذکره که بگم که برنامه‌هایی که اونجا برگزار میشه کاملا رایگانه. 100% برای استفاده از اسباب بازی‌ها و دستگاه‌های مختلف باید هزینه پرداخت کنید. این تور هر ساله توی چندین شهر آلمان برگزار میشه، مثل شهرهای کلن، برلین، هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و حتی بعضی شهرهای کوچیک هم توی برنامه هستن. ولی اینکه دقیقاً چه روزی برگزار میشه و کجا برگزار میشه اونم هر سال فرق میکنه. برای همین من لینک وبسایت رسمی توگو تور رو توی کامنت اول همین ویدیو پین میکنم که اونجا میتونید اطلاعات رو به دست بیارید. کافیه برید اونجا و ببینید امسال کی توی شهر شما قراره این تور برگزار بشه. حتی اگه اهل سفرم باشین میتونید یه روزو انتخاب کنید که توی یه شهر دیگه برگزار میشه این برنامه، بچه‌ها رو سوار ماشین کنید یا قطار و با هم یه روز متفاوت بسازید. توی تور کلی فرصت هست برای عکس و ویدیو گرفتن، مخصوصا وقتی شخصیت‌های معروف کارتونی میان بغل بچه‌ها. یه خاطره فراموش نشدنی میشه، مخصوصا اگه اولین بارشونه. یه پیشنهاد کوچولو هم دارم که اگه به توگو تور رفتید حتما توی کامنت ها برام بنویسید که کدوم شهر بودید و چی بیشتر برای بچه ها خوشایند بوده. خب اگه از این ویدیو خوشتون اومد و اطلاعات خوبی به دست آوردید حتما لایک کنید و سابسکرایب کنید. اون زنگوله کوچیکرم پایین بزنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. یادتون نره لینک سایت رسمی توگو تور رو توی کامنت اول پین کردم. همونجا زمان و مکان دقیق رو میتونید ببینید. در آخرم بگم که اگه دوست داری اطلاعات مختلفی رو از کشور آلمان داشته باشی حتما کانال رو سابسکرایب کنید. تا یه ویدیوی دیگه هم خدا نگهدار.